باغ ایرانی مهمتر از شعر ایرانیه. موسیقی پرنده رو میشه، صدای باد و تو بین درخت‌ها میشه، صدای آب و توی فضای باد و کل این یک هارمونی به وجود میاره که بهش میگن سکوت سفید. و بعد این باغ در واقع شده اون آرکیتیپ ذهنی فرد ایرانی. من فکر کردم من همین مینیاتور رو میام در 3 بعد بسازم. برای من یک جور در جستجوی زمانهای گم شده است. گردهمایی صاحبان صنایع چوب در پارک جنگلی. باغ ایرانی، باغ انار است. یه روحیه دادایستی تون بیشتر هست. جوان شدن، خنده شدن، پیر شدن. این چیزی که تو همه میدونه شهرمون پره، اصلا حرف آخر من اینه. پایین اومدن، بود شدن. من این هیچ جای دیگه اینو نمیتونم بکنم، این رسالت ما نیست. تا مرغ 30 گونه مرغ مختلف بودن که همه با هم جمع شدن و همشون تصمیم گرفتن که یه راه دور درازی رو برن. بیاین این کار لطفا یکسار جمع کنید همه رو. مرسی.